به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. پویش دوست من کتاب تقدیم می کند از سری مجموعه آخرین جرعه، اثر علی حسنی فرد، موسیقی متن امیرعلی غضنفری، نماز بابا نوئل، قسمت اول. غروب یکی از روزهای سرد ماه دسامبر بود. آسمان گرفته و مه‌آلود لندن ناخودآگاه غم به دل انسان می‌آورد، خصوصاً اینکه غریب و تنها هم باشی، درست مثل من. فکر می‌کنم یکی دو شب به عید کریسمس مانده بود. داشتم از سر کار به خانه برمیگشتم. حال خوشی نداشتم. برای همین تصمیم گرفتم قدری از مسیر را پیاده طی کنم. باز هم دلم هوای شهرمان را کرده بود. اصفهان با آن زیبایی‌های نهان و آشکارش که الحق لقب نصف جهان برازنده‌اش بود. یاد آن شب‌هایی که چه زود گذشت و ما اصلاً قدرش را ندانستیم. شب‌هایی که با بچه‌ها می‌رفتیم کنار زاینده رود و پل خواجو. آنجا روی یکی از آن تخت‌هایی که با گلیم و قالیچه فرش شده بود می نشستیم و راحت و فارغ از هر غم و اندوهی به پشتی‌های ترکمن تکیه می دادیم و تا ساعت‌ها چای می خوردیم و از هر دری صحبت می کردیم. آنقدر سرمان گرم صحبت و بگو بخند می شد که حساب زمان از دستمان در می رفت و موقعی به خود می آمدیم که شب از نیمه گذشته بود و باید به خانه برمی گشتیم، در حالی که هنوز خیلی حرف برای گفتن داشتیم. توی این جمع دوستانه من و سعید خیلی با هم صمیمی بودیم، تا حدی که از همه چیز یکدیگر خبر داشتیم. میشد گفت که از 2 برادر هم به هم نزدیکتر بودیم. سعید واقعا یک دوست خوب بود، صدیق و مهربان، یار و مددکار همه. همیشه اولین کسی بود که از مشکلات دیگران آگاه میشد و باز همیشه اولین نفری بود که به فکر چاره اندیشی و رفع مشکل میافتاد و برای رفع گرفتاری دیگران از جان و دل مایه میگذاشت. روزی که میخواستم ایران را ترک کنم و به اینجا بیایم، او هم به همراه دیگر دوستان به فرودگاه آمده بود. درست 3 سال پیش بود. در حالی که سعی میکرد خود را به بیخیالی و خوشحال نشان دهد تا جو حاکم شادمانه بماند، به آرامی و دور از چشم دیگران اشکهایی را که بی اختیار از چشمانش سرازیر میشد پاک میکرد. من هم دست کمی از او نداشتم، اما باید میرفتم به دلایلی که برای خودم منطقی و موجه بود، یا حداقل اینطور تصور میکردم. الان 3 سال است که بین ما جدایی افتاده و من از آن جمع دوستانه بیخبرم. اوایل نامه‌هایی رد و بدل می‌شد، اما گذر زمان و دل مشغولی ها باعث شد تا کم کم همه از صرافت افتادند. اول نامه‌ها قطع شد و بعد تلفن‌ها هم به همان سرنوشت دچار شدند. توی این مدت 3 سالی که در لندن، این شهر مه‌آلود و گرفته که هوایش غم انسان را 2 چندان می کند به سر می برم. همواره در آرزوی بودن در آن جمع صمیمی را می کنم. اما اینجا نه کسی وقت دارد و نه حال و هوای اصفهان، آن شهر زیبای بهشتی، با این شهر مه‌آلود همیشه بارانی قابل قیاس است. آن زاینده رود زیبا و سرزنده کجا و این شهر دلمرده با دیواره های سیاه سیمانیش کجا؟ آری ایام پایان سال بود و همه درگیر و دار برپایی مراسم عید و خرید لباس و هدیه و ملزومات شب عید. هر کسی سرش به کاری گرم بود و من همانطور که با گام‌های آهسته به طرف منزل می‌رفتم، تصمیم گرفتم برای لحظاتی روی یکی از نیمکت‌های پارک مجاور خیابان بنشینم و کمی نفس تازه کنم. به همین منظور راهم را به سوی پارک کج کردم و داخل محوطه سرسبز و پردرخت پارک شدم. بوی درختان کاج و سرو که همواره حال و هوای پارک را به خاطر سرسبزیشان تازه نگاه می‌دارند، تمامی فضای آنجا را در بر گرفته بود. امشب شب شادی و خوشی مردم بود و وجود بابا نوئل‌های سرخپوش این شادی را افزون می‌کرد. بچه‌ها با شوق و ذوقی کودکانه محو تماشای این حاجی فیروزهای فرنگی بودند و من مشغول تماشای جنب و جوش مردم
که عید نوروز و زمان تحویل سال نو خودمان را در ذهنم تداعی می‌کرد. بلند شدن بانگ اذان که از فراز گلدسته های یکی از مساجد اهل تسنن مقیم لندن به گوش می رسید برای لحظاتی مرا به فکر فرو برد. الان در اصفهان مادرم و یا برادر و خواهرانم به چه کار مشغولند؟ پدرم چه می کند؟ دوستانم کجا هستند؟ پایان قسمت اول. نماز بابا نوئل قسمت دوم. اثر علی حسنی فر. عبور موجودی سرخپوش از کنارم مرا به خود آورد. یکی از بابا نوئل ها را دیدم که داخل پارک شد و به سوی شیر آبی که در آن نزدیکی ها قرار داشت رفت. بی اراده نگاهم او را تعقیب کرد. بابا نوئل پس از اینکه ریش سپید و عینکش را درآورد و رنگها را از سر صورتش پاک کرد، شروع به وضو گرفتن نمود. با تعجب حرکات او را زیر نظر گرفتم. کنجکاوی دست از سرم بر نمی داشت. مگر بابا نوئل ها هم نماز می خوانند؟ حداقل این یکی می خواند. آری، آن شب در لندن برای اولین بار در عمرم دیدم که بابا نوئل ها هم نماز می خوانند. بابا نوئل بعد از اینکه وضو گرفت دست به جیب برد و قبله نما و مهرش را بیرون آورد و کمی آنسوتر بعد از اینکه جهت قبله را تعیین کرد به نماز ایستاد و من متعجب از رفتار او بی اراده به سویش رفتم. هنگامی که به وی نزدیک شدم سر بر سجده داشت و وقتی سر برداشت او را دیدم. خدایا، چه می‌بینم؟ مگر می‌شود زیر چهره بزک کرده بابا نوئل و در اینجا آخر چطور ممکن است؟ سعید بود، اما او کجا و اینجا کجا؟ نکند اشتباه می‌کنم. اما نه، خودش بود. چهره‌اش را کاملا به یاد داشتم. همان دوست خوب دوران گذشته، همان یار صمیمی و همان رفیق شفیق. شاید او هم به دلایلی که برای خودش موجه و منطقی می‌نمود سر از غربت درآورده. شاید هم. صبر کردم تا نمازش را به آخر رساند. بعد از اینکه نمازش را به پایان رساند، بدون توجه به دور و اطراف شروع به بازسازی چهره‌اش نمود. با شک و تردید جلو رفتم و گفتم سلام، قبول باشه بابا نوئل. به چهره‌ام خیره شد و با خوشحالی پرسید شما ایرانی هستید؟ چقدر قیافتان برایم آشناست. هنوز جمله‌اش را کامل ادا نکرده بود که گویا مرا به یاد آورد، چرا که بلافاصله دستانش را از هم گشود و به طرفم آمد. راستی خودتی نادر؟ اینجا چه کار میکنی پسر؟ این سوالی است که من باید از تو بپرسم. تو که خبر داشتی من اینجا زندگی میکنم، اما تو الان باید اصفهان باشی. بگو ببینم اینجا چه کار میکنی؟ کی آمدی؟ تنها آمدی یا؟ و سیل سوالات بود که از جانب من بر سر و صورتش باریدن گرفت. ای بابا نادر جان، داستانش مفصله. باشه سر فرصت برایت تعریف میکنم. الان بهترین فرصته. اگه کاری نداری و جایی نمیخوایی بروی، بیا با هم برویم به منزل من تا بنشینیم و حسابی تلافی این چند سال دوری را درآوریم. راستش کاری که ندارم، ولی در حالی که به لباس و سر و وضعش اشاره میکرد افزود فعلا که به این کار مشغولم. در حالی که در کنار یکدیگر راه میرفتیم، سعید ریش و عینک و لباس بابا نوئلش را درآورد و صورتش را نیز پاک کرد و در همان حال با شوخی گفت حداقل بگذار سر و وضعم را درست کنم تا بین در و همسایه آبرویت نرود. امان از دست تو، هنوز هم مثل سابق شوخ و بامزه‌ای. آهی کشید و گفت مثل آن روزها که نه. از طرز جواب دادنش احساس کردم که غمی بر دلش سنگینی می کند و برای اینکه کمی درد و دل کند تا بلکه قدری سبک شود گفتم خب پس چرا معطلی؟ تعریف کن که ببینم چه شده که سر از اینجا درآوردی، آن هم بی خبر. حداقل خبر میدادی تا به استقبالت می آمدم. والا چی بگم؟ از کجاش بگم؟ به شوخی گفتم از جاهای خوبش. پس همان بهتر که اصلا حرفی نزنم، چون اصلا جای خوبی ندارد. اینقدر تفره نرو، تعریف کن ببینم از اولش. 1 سال اندی بعد از رفتنت بود که با دختری آشنا شدم که این آشنایی منجر به ایجاد صمیمیت بین ما و سرانجام ازدواجمان شد. مگر قرار نبود با دختر عمویت ازدواج کنی؟ چرا قرار بود، ولی مثل این که قسمت نبود. آری، وقتی که تصمیمم را با پدر و مادرم در میان گذاشتم بیچاره ها شوکه شدند.
هرچه اصرار کردند که خوبیت ندارد، ما قرار مدارهایمان را گذاشته ایم و دخترعمویت خودش را همسر تو می‌داند. به خرجم نرفت که نرفت. عشق به شیما، همون دختری که به تازگی با او آشنا شده بودم، کورم کرده بود و نمی‌توانستم راه را از چاه تشخیص بدهم. خلاصه بعد از کلی جر و بحث و اصرار و التماس عروسی سر گرفت. به خانه که رسیدیم یک راست به آشپزخانه رفتم تا غذای ساده‌ای برای شام آماده کنم و بعد با خیال راحت بقیه سرگذشت سعید را بشنوم. در حالی که سرگرم کار بودم صدای سعید را شنیدم که گفت نمی‌خواهد چیزی درست کنی، بیا بنشین، وقت زیادی ندارم، باید تا ساعت 11 خودم را به اردوگاه برسانم وگرنه باید شب را بیرون بگذرانم. پایان قسمت دوم.